گفته میانگین نمره 7 درصد دانش آموز 16.5 شد. اگه نمره 2 درصد دیگرش که 17 و 15 هست رو به این داده اضافه کنیم، میانگین جدید رو به دست بیاریم. اول از همه این سال به شدت راحتیه، ولی دلیل این که من این سال انتخاب کردم که توضیح بدم این بود که به شدت در عین سادگی سال مهمیه. و برای چی مهمه؟ برای اینکه وقتی شما این مسئله رو خوندین، اگه راه حل درست به ذهنتون اومده باشه، یعنی شما از لحاظ مفهومی کاملا مبحث میانگین رو متوجه شدین و هیچ مشکلی توش ندارین. البته در حد کتاب منظورمه. خب حالا ما میگیم ما 7 عدد داریم که با هم جمعشون کردیم و تقسیم بر 7 کردیم شده 16.5. حالا میگه اگه به این 7 عدد 2 تا عدد دیگه هم اضافه کنیم میانگین جدید چی میشه؟ خیلی چیز آسونی داره. خب ما میگیم فرض کنیم این 7 عددی که نمیدونیم چیه از A تا G'ه. بعد این A تا G رو میخوایم به علاوه 15 و 17 کنیم، یعنی این 15 و 17 هم به جمعشون اضافه کنیم و تقسیم بر تعداد جدید بکنیم، چون میخوایم میانگین رو به دست بیاریم دیگه، که تعداد جدید هم میشه 9 تا، چون 7 از اون ور بود 2 تا هم بهش اضافه شد میشه 9 تا. حالا ما برای اینکه بفهمیم A تا G لازم نیست بفهمیم که هر کدومشون چی میشه، فقط لازم بفهمیم A تا G جمعش چی میشه. ما گفتیم A تا G رو با هم جمع کنیم و تقسیم بر 7 کنیم میشه 16.5. پس اگه 16.5 رو ضرب در 7 بکنیم مجموعش به دست میاد. پس در واقع ما میتونیم به جای اینکه بنویسیم A به علاوه B به علاوه C تا G، میتونیم بنویسیم 16.5 ضرب در 7 به علاوه 15 به علاوه 17 تقسیم بر 9. یه بار دیگه میگم، به جای اینکه ما بنویسیم A تا G رو با هم جمع کنیم بعد 15 و 17 هم کنارش جمع کنیم و تقسیم بر 9 کنیم، میتونیم به جای این بخشش بنویسیم 16.5 ضرب در 7 و بعد هم 15 و 17 رو جمع کنیم کنارش و تقسیم بر 9 کنیم که جوابش میشه 147 و نیم تقسیم بر 9 و پاسخ این هم میشه 16 و 38 صدم. این راه حلش بود که پاسخمون هم شد 16 و 38 صدم. بعد فکر میکنم تو کتاب دوباره یه 2 تا سوال پرسید، اینکه آیا این میانگین از اون میانگین اولیه کمتر شده یا بیشتر، که کمتر شده. دلیلش چیه؟ ما میتونیم احتمال بدیم که اون A تا G، یعنی این اعدادی که از A تا G بودن بیشتر از 15 و 17 بودن، یعنی 15 و 17 اومده میانگین رو کشیده پایین. این یکی از پاسخهاش بود. و این نکته هم که وجود داره، بعضیا میان میگن که خب ما میگیم ما میانگین 7 عدد رو به دست آوردیم شده 16.5. خب پس میایم 15 و 17 هم میانگینش رو در میاریم که میشه 16، بعد میانگین 16 و 16.5 رو میگیریم که میشه 16 و 25 صدم و جوابش کاملا متفاوت میشه با این. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما وقتی این کار رو بکنیم در واقع داریم میانگین ها رو میگیریم، یعنی ما میایم این 2 تا عدد وسطش رو حساب میکنیم و وسط اون 2 تا عدد هم میگیریم، در صورتی که اگه همون اعدادو که میانگینشون نیستن عدد اصلی هستن رو با هم میانگین بگیریم عدد کاملا متفاوت میشه که الان هم دیدید.